الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اما بعد، سوال شده است که یک نفری که کسلی تنگی نفس دارد، کسلی استما دارد که نفس کشیش تنگ می شود و مجبور است که دوا را استعمال بکند که دوا از هوا عبارت است، بخاخ، دوای بخاری، بگویم دخلفوس هایی که به واسطه دهن و به واسطه بینی به گلوی انسان زده می شود تا که نفس کشیش خوب بشود. آیا روزه این چنین انسان ها با استفاده کردن این دوا می شکند یا که روزه داشتنش ممکن است و صحیح است با استفاده بردن این داره هم؟ باید بدانید که در این مسائل و این چنین مسائل علما اختلاف کردند و چگونه که شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله در مجموعة الفتاوی میگویند، اما میگن در مسئله اکل کردن یا در مسئله چیزهایی که از داروهایی که قطره هست به بینی، به گوش، به این چنین استفاده کرده میشد، فهذا مما تنازع فیه اهل العلم. این مسائل هست که اهل علم در بالای این تنازع کردن، یعنی اختلاف کردن. والاظهر انه لا يفطر شیء من ذلك. و ظاهر این است که یکی از این چیزها گفتند انسان رو روزش رو نمیشکند. البته در اینجا مسئله یعنی این دوری بخاخ، دوری برای استفاده بردن نابود کردن تنگی نفس گفته نشده است، لیکن مقصد چیست؟ مقصد در این مسئله علما اختلاف کردند، قدیم و حدیث، و بخصوص در مسئله استفاده بردن این دواهایی که برای نفس کشی رو خوب کردن استفاده کرده می شود. علما در عصر حاضر به دو قول و به دو مذهب بارک الله فیکم اختلاف کردند. قسم گفتند که این نمودی دواها که برای نفس رو، راه نفس رو کشودن استفاده برده می شود، شکننده و بارک الله فیکم مفطر روزه است. این چنین انسان ها اگر این دارو رو استفاده برد، این دوا رو استفاده برد، حتما روزه اش می شکند و قضا می دارد. و این سخنشون را استناد میکنند، میگند جمهور علما این سخن را گفتند، ابو حنیفه، مالک، شافعی، احمد ابن حنبل و غیره، که هر چیزی که به معده انسان میرسد این روزه انسان را میشکند و باید قضا بدارد. و گفتند که وقتی که انسان این دارو، این دوا رو به گلویش میزند، بقایا یعنی بعضی از باقی مانده این دارو آهسته آهسته به معده انسان میرسد، از همین جهت روزش میشکند. و بعضی از این علما البته همین سند رو، یعنی همین با همین حجت گفتند که وقتی که به معدهش رسید روزه اش میشکند. این قول اول است. قول دوم، بسیاری از علمای معاصر، بسیاری از علمای بزرگ معاصر میگن که استفاده بردن این دوا برای کشاده کردن راه نفس شکننده روزه و مفطر روزه نیست، بلکه انسان میتواند که روزه بگیرد و این دوا رو در حالتهای ضروری استفاده برد، چندین باره که باشد. و سخنشون را نسبت دادند به این که گفتند اولا هر چیزی که به معده برسد و از طعام باشد بعد روزه رو میشکند، و این بخار است و این طعام نیست. این به مانند یک پودره هست، به مانند یک گاز، از گاز استفاده برده می شود که این طعام نیست. و دوم گفتند این به معده به نهایت کمیه‌ای کمش میرسد یا که بسیارتر در حالتهای بسیار نمیرسد. و گفتند این دوایی که استفاده کرده می شود نه به معده می رود بلکه به شوش می رود، یعنی به اون جهاز تنفسی می رود که شوش شما رو، نفس کشیش رو و کار کردنش رو باز خوبتر و فعالیتش رو بهتر میکند. از همین جهت گفتند این نمودی دوا رو استفاده کردن در روزهای رمضان، کسی که کسلی استما یا تنگی نفس دارد هیچ باکی ندارد و روزه اش
بارک الله فیکم نمیشکند. و گفتم که اگر بناگاه گفتیم که کمی از این بخار به معده انسان رود هم این قوه به انسان نمی بخشد. این به مانند شراب یا که طعام نیست. این از گاز و از پودره استفاده، نمودهای دو سه نمود دارد که بعضش از گاز بعضش از پودره است. عموما این به انسان قوه نمی دهد، طعام نمی شود، شراب نمی شود، انسان را از تشنگی نجات نمی دهد، انسان را از گرسنگی نجات نمی دهد و باز که کمیتش به نهایت کم هست. از همین جهت بارک الله فیکم این شکننده روزه نیست. و هر کسی که امروز کسلی استما دارد، کسلی تنگی نفس دارد و از این دواهای بخاری استفاده میبرد، روزه‌اش رو باید دارد. و حتی کسی که در شفاخانه بستری هست و قدرتی روزه داشتن دارد و فقط نفس کشیش مشکل است و جهاز نفس کشی در بینیش مونده است، میگن که میتواند که روزه بگیرد. و این فتوای بسیاری از علمای معاصر است. شیخ سلیمان العلوان، علی خضیر ابن خضیر، حمود ابن عقل شعیبی، ابن باز، ابن عثیمین و این چنین فتوای لجنه دائمه فقه الاسلامی و دیگر همه علما همین فتوا رو دادند. و در این مسئله کتاب‌های مخصوصی هم از نظر طب و از نظر علما نوشته شده است. بارک الله فیکم. پس قول راجح همین قول دوم است که انسان میتواند که روزه